هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست بلکه تلختر از فراق دوستانی پرهنر. بارید میدان رو بگیرید به نوبت گوش میگیرید. در میدان پهلوان های نوبتی مصرف زاده از صاحبان میدان با لباس ورزشی ملرنگ با پهلوان اشور از دهی رخ میان همدیگر را خطیده ایستادند. به هر دو پهلوانان برای کار و غیرتی جوانی از طرفی دادیده برای پهلوانان 300 تومانی زم گردیده. از طرفی حاجی خلیل برای بخزین داوران برای همین 7 تومانی زم گردیده. التماس از اطراف میدان این خیلی آواز براری نکنید. التماس پهلوانان خیرت کرده ایستادند. گوشی خیلی زیبا رفتن ایستاده است. یک التماس آزادی چیزی جوامد ریایی کنید که آواز براری نکنید. التماس خواهید از طرفی طالبه برای همین پهلوانان 300 تومانی زم شدند. موبلدان طالبه 300 تومانی برای پهلوانان نوبتی به زم گردیدند. Oh boy. سوروجان بالای بردی برای مخلصی عبدالغفار 100 تومانی دیگر زم کردن. باباجان شادیبک 300 تومانی بالای بردی هر دو پهلوان زم کردن. در میدان پهلوان های نوبتی اشور و خسرو یکی پهلوانی دهی رخ دیگر پهلوانی دهی پایدار است. از صاحبان میدان کومه سنجی کرده ایستادند. به هر دو پهلوان برای کار میکنید. خدا خفات شد داور میدان برای پهلوانان 1 دقیقه وقت جدا کردند. در این 1 دقیقه التماس در غیرت کرده با بازی زیبای خود مردم شاد گردانید. خواهش کردن اشتراکید بعد از زمین پرسید کومه سنجی کرده ایستادند. به هر دو پهلوانان برای کار میکنید. در
در میدان دو پهلوان یکی از ذهنی رخ و دیگری از ذهنی پشی خوب سنجی کرده ایستادند. به هر دو پهلوانان برای کار میکنیم. من در دل دوستان بهار آوردم. من در دل دوستان بهار آوردم. اندر دل عاشقان خبر آوردم. از گمشدگان عشق در گشت فراق پیغام سلام و یادگار آوردم. بهار است و بریزد ریزه باران، نشان خواهد از من روزگاران. هر آن نخلی که بنشاندن شود کاش ستون خانه نوخانه داران. موافق حکم داور کومه‌سنجی پهلوانان ایستاده نشد. پهلوان‌ها کومه‌سنجی را دوام بگیرند. پهلوان‌های محترم، دریا داره که وقت برای ما خیلی غنیمت است. اگر همین وقت اگر غنیمتی شد به نظر گیریم باید بیشتر غیرت کنید، حرکت کنید، کوشش کنید. اگر کوشش نکنید اگر با بازی به انجام نمیرسد. برای پهلوانان داور میدان یک دقیقه وقت پیدا کردند. بی‌عزمی درست و سعی کامل کس را نشود مراد حاصل. حرکت کنید. ماشین رقم 54 و 54 ماشینتون از جای بودگیش توی همانه مردم برامده بشتر کن. تیره سیاه رقم دولتی از 54 و 54 از جای اشکیلتی دیگر جمعونه. از خواجگی های دوستی آماده گوشتینگیری شدم. با پهلوان سفر از دهی راه خوبی هم دیگر را میسنجند. به هر دو پهلوانان برای کار میخواهیم و برای پهلوانایی که از خواجگی دوستی گرفته ایستادن بیت حافظ بیاد بیارید. درختی دوستی پیشان شکامی دل به بار آرد، نهالی دشمنی برکن که رنجی بیشمار آرد. درختی دوستی پیشان شکامی دل به بار آرد، نهالی دشمنی برکن که رنجی بیشمار آرد. تو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان. برای پهلوانان بود یک بولیش و یک کرباس گذاشته شده است. در این کوه‌سنجی پهلوان سفر دست بالا گشتند و بزرگ صاحب گشتند. این سلالی باقیوفا از خواجگی های دوستی خواهش کرده می شود که پهلوان های جناح مستر در میدان آماده گوشتینگیری هست. آماده یک کوه‌سنجی کنند. سلالی باقیوفا پهلوان های شناخته بسیار دارند. مرحمت. حالا در میدان پهلوان نوبتی از دهه رخ سفر با پهلوان حیدر و از خواجگی های دوستی کمر همدیگر را داشتن و مردم را با گوشتینگ زیبای خود تماشا میدن. به هر دو پهلوانان برای کار می‌کنیم. حالا در میدان پهلوان های نوبتی حیدر
از خواجگی‌های دوستی با پهلوان سفرزاده از زهی را کوهستانی کرده ایستادند. دومین میدان ساقی‌زاده مشاهده کرده ایستادند و هر دو پهلوانان برای کار و غیرت جوانی و جوشی بهارانه تمنا میکنیم و پهلوان‌های نوبتی استراحت میکنند. پهلوان‌های نو حالا پهلوان دولت و خواجگی‌های دوستی با پهلوان رحمتزاده از صاحبان میدان کوهستانی کرده ایستادند و هر دو پهلوانان برای کار میکنند. برج پهلوانان یک آینه نیست. حالا در میدان دو پهلوان شناخته یکی از خواجگی‌های دوستی با لباس ورزشی ملرنگ با پهلوان شناخته رحمتزاده از صاحبان میدان کوهستانی کرده ایستادند و هر دو پهلوانان برای کار غیرت جوانی جوشی بهارانه تمنا میکنیم و آرزو داریم که پیشتر بازی به انجام رسانده مردم را با گوشی زیبای خود کار میگردانند. برج پهلوانان یک آینه نیست. اچھا ای در این کوهستانی پهلوان از صاحبان میدان رحمتزاده دست بالا گشتند و برج خود را صاحب گشتند. آفرین به گوشی زیبایت آفرین. حالا در میدان پهلوان رحمت از صاحبان میدان با پهلوان تورف از دهه بهمناره کوهستانی کرده ایستادند و هر دو پهلوانان برای کار میخواهیم. در میدان پهلوان نوبتی تورف والیبال ورزشی است و پهلوان رحمتزاده از صاحبان میدان خوبی همدیگر را سنجیده ایستادند و هر دو پهلوانان برای کار میخواهیم و برای پهلوان‌های نوبتی با چند بیت از بزرگوار حافظ قرائت میکنیم. ساقی به نوری باده برافروز جامی برج پهلوانان یک منطقه پس سامانی در بالای این اشیای منطقه نیست. ساقی به نوری باده برافروز جام ما مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. شاور میدان برای پهلوانان یک دقیقه وقت دادند. ما در پیاله اطفیر پیار می‌کنیم. ای بخبر جون لذت سرمی مدان داشت. این کوهستانی پهلوان رحمت دست بالا گشتند و برج را صاحب گردیدند. پهلوان رحمت استراحت میکنند. پهلوان‌های نو آماده گشتگی‌اند. حالا در میدان پهلوان توصیف از ذهن رخ با پهلوان رستم پهلوان از صاحبان میدان آماده در میدان. حالا از صاحبان میدان رستم پهلوان با پهلوان توصیف از ذهن رخ میان هم دیگر را دوستن و کوهستانی میکنند. برج پهلوانان یک چنگکشک مانده شده است. از کتاب خزینه یک چنگکشک برای پهلوانان مانده شده است. پهلوان‌های نوبتی در میدان توصیف از ذهن رخ با لباسی ورزشی سبز و رستم پهلوان از صاحبان میدان با لباس ورزشی سیاه
خوبی همدیگر رو تنظیم دادن آفرین به غیرت و به متانت این پهلوانان. شما پهلوان نه حضور داره برو ما توقف مو برو قلبونه قلبون سردگه اشور صلاح الدین پهلوان با خسرو و گردی شمایان انتظار هر پهلوان است. خواهش کردن شاید باری دیگر میان همدیگه داریم. پهلوان صلاح الدین پهلوان و خسرو زاده در میدان پهلوان های نوبتی رستم پهلوان با رستم پهلوان خوب تنظیم کردن. در این خوب تنظیم پهلوان توشو دست بالا گشت و بودی خود رو شاهی داریم. حالا حریف نوبتی پهلوان حفیظ زاده از صاحبان میدان آماده گوشتگیری است. با پهلوان توشو خوب تنظیم میکنند. به هر دو پهلوانان برای کرد. گردی پهلوانان یک توفن جمع کنید اشیای خراب‌پزی در میدان پهلوان های نوبتی رستم پهلوان با توشو خوب تنظیم کرده ایستادن. به هر دو پهلوانان برای کار و غیرت جوانی تمنا میکنیم. حفیظ زاده از صاحبان میدان خوب تنظیم کرده ایستادن. به هر دو پهلوانان برای کار میخوریم. به شیرین زبانی و لطف و خوشی توانی که پیل به موی کشی. همین خصلت باید در همین پهلوان باشد. اگر پهلوان شیرین سخن باشد پیل رو به یک رشته کشیده می‌دارد. به شیرین زبانی و لطف و خوشی توانی که پیل به موی کشی. به گفته استاد فردوسی. در میدان پهلوان های نوبتی توصیف و حفیظ زاده خوب تنظیم کرده ایستادند و داخل میدان برای پهلوان ها یک دقیقه وقت جدا کردن. همین یک دقیقه برای شما غنیمت است و وقت هم غنیمت است. حرکت شما هم حل کننده است. اگر حرکت کنید حرکت کنید یکی غالب می آید. البته از دو پهلوان باید یکی غالب باید. نیژنی رام داره، پهلوان ها نیژنی پرابین داره. پهلوان های نو وارد میدان می شوند. پهلوان های نو آماده گوشتگیری‌اند. گوشتی خیلی زیبا رفته ایستاده است. حالا در میدان انوشیروان پهلوان آماده گوشتگیری شدند و حریفی خود را انتظارند. مرحبا. در میدان یکی از پهلوان‌های شناختی که این را دو پهلوان مرحموف از منطقه یکم آماده گوشتگیری‌اند. پهلوان مرحموف با لباسی ورزشی سرخ از منطقه یکم آماده گوشتگیری شدند. دو پهلوان انوشیروان عادل حالا در این کوهستان پهلوان انوشیروان دست بالا گشتند و بزرگ صاحب گشتند. مرحمت از پهلوان های وزنی‌تر خواهش می‌کنیم که به میدان وارد شوند. حالا پهلوان بزرگ از منطقه یکم
والیبال ورزشی سیاه آماده گوشتین گرفتن با پهلوان شناخته انوشیروان از دهی راه گوشتین میگیرند کمه همدیگر رو میسنجند گردی پهلوان یک گرجامه یک جامدان یک گرجامه خارجی در میدان پهلوان های شناخته گران وزن و پهلوان هایی که میدان زد میدهند انوشیروان با پهلوان پاشهزاده از منطقه یکم خمسنجی کرده ایستادند به هر دو پهلوانان برای رسول می‌شوند. روز نوروز است سروی گلعذار من کجا روز نوروز است سروی گلعذار من کجاست در چمن یاران همه جمعند یاری من کجاست دست مردم هر یک امروز چیدی چابقی سیدفتن مردم شکار من کجاست پهلوان های نوبتی پاشهزاده از منطقه یکم و پهلوان انوشیروان از دهی راه خمسنجی کرده ایستادند به هر دو پهلوانان برای کار غیرت جوانه تمنا میکنیم آمد بهار و سیر گلستان غنیمت است موافق حکم داور خمسنجی ایستادیده نشد پهلوانان خمسنجی را دوام میدهند آمد بهار و سیر گلستان غنیمت است بزمی مثال غنچه خندان غنیمت است در بالای گرد پهلوانان 50 سامانی دیگر زن شد و پهلوانان برای کار میخواهیم از حساب خزینه برای پهلوانان بر بالای برد فرستاده 50 سامانی دیگر زن گردید غولي غولي قفش دیگه بس سیام میاد در میدان پهلوان های نوبتی پهلوان های شناخته پهلوان های گرانوزن پاشهزاده از منطقه یکم با لباس ورزشی سیاه و انوشیروان پهلوان از دهی راه با لباس ورزشی سبز خمسنجی کرده ایستادند و پهلوانان موافق حکم داور استراحت میکنند پهلوان‌های دیگر آماده گوشتگیری میشوند